حمد و ثنای بیعدد بر الله مهربان و درود و صلوات ها با پیامبر او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران و برادران و خواهران خیرخواهی که الان این نوار ما را میشنوین و میبینین، از همه شما خواهش دارم که این نوار را اولا لایک مانین و بعدا به دوستای خودتان پخش کنین تا که خوب آگاه شوند. دوستای من، پیش از همه به همه شما جزاکم الله خیر. الله تعالی از همه شما رضا باشد که در هر نواری خیری که ما میگذاریم سهم خود را میگذارین و به یک برادر و خواهری ناچاری هموطنی ما و شما کمک میرسانین. الله سبحانه و تعالی به هر ذره خیری که کردین در نامه اعمال شما اجر و ثواب بی همتا نصیب روزی گرداند. دوستان من، در بین ما و شما هستند بعض از انسان‌های پلید، دل سیاه، بیکار خوجه، اونایی که از حسابی پدر و مادر را زندگی میکنند، اونهایی که کار هست اما خواهش کار کردن هم ندارند، به آنها مراجعت دارم. بسیار از این چنین انسان‌های پلید، دل سیاه، توانایی خیر ندارد، به یک هموطنش کمک کردن نمیتواند، یک نوار کردن نمیتواند. اما وقتی که یک هموطن در حالت ناگوار افتید، وقتی ما یک نوار کردیم، به قول مردم کناپشنی گیرای میشود. خب وقتی ما یک نوار رو میگذاریم میگیم بلاگر شما مانده کردین، ما اینکه ما زندگی کنیم. آخه انسان بیعقل. من در هر نوار میگیم که فلان بران همون برادران و خواهرانی که توانایی خیر دارید خیر کنید. هیچ کس را مجبور نمیکنیم. الله تعالی میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی از توانایی بنده چیزی زیاد طلب نمیکند. ما با این آیه رعایت کرده گفتیم که برادرای من همانایی که توانایی خیر دارین خیر کنین. اما در بین ما هستند بعض از انسان‌های پلید، خواه زن باشد خواه مرد، از عاقب ما هر خیلی سخن‌ها میکنند. نه این که از عاقب ما، بسیار هم برادرایی که مثلا با همین کارشون جمع کنی بند هستن، هر خیلی سخن‌های فتنه و فساد میکند. دوستای من، هستند بعض از بلاگرها، مثلا خیلی که همون برادر یک چندش نقل کرد، وقتی یک مادر برای فرزندش، یک پدر برای فرزندش خواهشی کمک میکند، میگه برای من 20,000 یا 40,000 میتیم، مثلا این نواری تر میگذارم، من مثلا در اینترنت میگذارم. آخه انسان بی عقل، اگر اون انسان بیمار 40,000 میداشت، با ما تو با انسان ها مراجعه نمیکرد که تا که برای فرزندش مبلغ جمع کنیم. و والله بالله تا همین روز از یگان بیماری که مثلا برای ما مراجعت کرد 1 درهم نگرفتیم و ان شاء الله رحمان نمیگیریم. چون که اون انسان درد دارد، اون انسان غم دارد که با ما مراجعت کرد، گفت برادری من از برای الله برای فرزند من کمک کنین. برای من دوستان من، پیش از آنی که یک انسان نوار پهن میکنین، اولا توفیق بندگی را فراموش نکنین. و اون انسان هایی که توانایی خیر ندارین، یعنی اونهایی که دعا میکنن، اونهایی که نوار را پهن میکنن، بارک الله فیکم، الله شما رضا باشد. لیکن هستن انسان هایی که نوار را پهن نمیکنن و دعا هم نمیکنن، فقط فسق و فساد مینویسن. همون انسان ها، شما که توانایی نوار کردن ندارید، شما که توانایی سخن گفتن ندارید، به خدا دادگان حسود مخور که با آنها الله داده است. پس در همون خانتان که پدرتان یک بردن نان میارن، آرام شینین، انتظار شین، بعد هم نبخورین. خب در بیرون کار هست، با جای کار کردن در خانه در کنج صندلی نشسته خواب میکنین و بعدا کناپشنی گروش در هر خرسخانهای فساد مینویسین. انسان های خوب، امید رحمت هم دیگر برادر و خواهرها هم عصب دارن، دیگر برادر و خواهرها هم همون خون گرم دارن که وقتی یک سخنی فساد نسبت ما میشد میگیم همون انسان گریم پاره کنیم. پس از برای رضای الله پیش از آنکه یک سخن مینویسی خوب فکرم که یک کس تو را چنین تهمت کند چه خیلی طاقت میکنی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن بهترین انسان همونی که آن بدی که برای خود روا نمیبیند برای برادر و خواهر مسلمانش روا نمیبیند. خب پس پیش از آنکه به یک برادرت یا خواهرت زهر و سوزن زدن، همون سوزن بگیری و به خودت بزن که چه خیلی طاقت داری. الله سبحانه و تعالی به کلی برادران و خواهرانی که خیر میکنن در نامه اعمالشان اجر و ثواب بی همتا نصیب کند. و اون برادران و خواهرانی که دعا میکنن، یکی نوار رو میگیرن پهن میکنن، الله سبحانه و تعالی از همه شما رضا باشد و اجر و ثواب بی همتا نصیب روزی گرداند. السلام علیکم و رحمت الله. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. اگر یگان سخنی دغلی شده باشد الله مغفرت هم کند و از همه شما معذرت خواهم.